وطنم خانه آباد من است، در جهان مرز خداداد من است. نیستم دور از او در غربت، همه جا در دل و در یاد من است. همچو مادر بود از جان بهتر، تا ابد بانی اولاد من است. این مصرع‌ها از جانب نفری گفته شده است که در زندگی با وجود همه رنج و مشقت ناامید نیست و در ره ایجاد استوار است. این نفر ایجادکاری جوان و خوش سلیقه جومگول قرخان می باشد که ما تهیه‌گران برنامه پیراهه سبز درباره زندگی و فعالیت و ایجاد او برای دوستداران شعر و ادب معلومات می دهیم. انسان در 3 مورد شاعر شده می تواند. یکی عاشق است، یکی وطنش را از صمیم دل دوست می دارد، یکی پر از درد و غم است و من نیز پر از درد و غم بودم. از همین سبب من رو به قلم و کاغذ آوردم. اولین بار سال 2014 من شعر ایجاد کرده بودم که این دعای دردمند نام داشت: خدایا از تو میخواهم که بر دردم دوا بخشی، کنی لطفی و بر جانم از این لطفت صفا بخشی. با امید شفایابی دو دستم بر هوا بادا، فقط رویم به سوی تو، فقط کارم دعا بادا. دل از اشک شب و روزم گرفته ای خدای من، تو که بخشنده بفرست ز درگاهت شفای من. استعداد در همه نهفته، یعنی امکان ظاهر کردن استعداد همه دارن، ولی همه نمیخواهند یا مثلا فرصت همه ندارن یا خواهشش ندارن و انسان وقتی که بر جا مانده می شود گوشه میماند و پیش از همه در چه اندیشه می‌زند و سخن گوید که به مردم برسد و حتما همون استعداد نهفته خود بیدار میکند، چون برای این وقت دارد، برای این خواهش دارد. برای بیدار کردن استعداد پیش از همه خواهش زیاد در کار. وقتی که انسان رسالت خودش میداند، اگر من دانم که من یعنی که خداوند بر من استعداد شاعری داده است، این مشکلی نیست. از دو مصرع آدم میداند که استعداد دارد یا نه. بعد زحمت پیوسته در سر این استعداد برای بیدار کردن و روشن کردنش و همین چیز خوشبختانه جومگل در خودش احساس کرده است که وقت سخن گفتنی دارد و میتواند سخن گوید، یعنی استعداد خودش درک کرده است و بر اثر همین واقعا سخنش گاهها بسیار خاصه است، یعنی مخصوص خودش و درد و مشکل خودش است که این البته خصوصیت شاعری واقعی. هرچند که آغشته دردم همه عمر، از درد شکایت نکردم همه عمر. هرچند که دخترم من از جنس زنم، بی‌باک و جسور همچون مردم همه عمر. دلم در یاد خوشبختی زند گم، ندارم پای رو در بین مردم. ولی افتیدن مردم نماندن، ببردارن مرا چون دانی گندم. جومگل قرخان یک گلک خودروی یک گوشه گلباغ ادبیات تاجیک است، یک گلباغ من شعر است و هرچند که امروز جسمی نازک او درد رنج درد میکشد من، لیکن محبت شعر قلب او را به زندگی گرم می‌دارد. او پیوسته قلم میگیرد، درد دل خود را روی صفحه میریزد، شعر ایجاد میکند و یکی از آن فعال محفل همیشگی ما در نزد شعبه اتفاق نویسندگان هستند. شعرهایشان را پیشکش میکنند. در اونجا دولت رحمانیان و بزرگمهر حکیم با اون کس سر و کار میگیرند، شعرهای را سفته میکنند و دائما در کوشش آنند که این گل دخترک عموما از راه افتاده نباشد، درد خود را فراموش کند و همیشه خود را در بین جامعه یک شخصیت همچون یک شخص دیده تواند. تاجیکستان گلنماد آزاده شد، چون چمن سیرانگاه دل داده شد.
همچنان یک خانه آراسته از برای مهمان آماده شد. اساسگزار صلح و وحدتمان پیشوای معظم ملت در هر برآمدهای خود قید میکنند که ما نفران امکانیتشان محدود بوده در تحت غمخواری دائمی باید قرار گرفته شویم. از همین رو میخواهم درباره ایشان نیز 4 مصرع شعر ایجاد کرده خود را برایشان گفته باشم. بود ای سروری عالی مقامم، نکویی ساختن بهر تو پیشه، زبسته یتیمان را گرفتی دعا گویم در حقت همیشه. برای خلق آنگونه عزیزی که کرده در دلش مهر تو ریشه. جمعگل را طبیعت از پای روان محروم کرده باشد هم، اما طبع روان داده است. او نمیتواند مستقلانه در کوچه های عطرآمیز و گلفشان شهر همراه همسالانش قدم بزند، اما شعرش با احساس نهان دلها بازی می کند، می خندد، می رقصد و جوانی می کند. با این همه مشکلات جسمانی هرگز شکوه از زندگی ندارد و دیگر از رنجهای دیدهش نیز نمی ترسد. زرنجی دیدم دیگر نمی ترسم، بسی ترسیدم دیگر نمی ترسم. زینا فهمی بود هر ترس در عالم، کنون فهمیدم دیگر نمی ترسم. وقتی که انسان درد و غم در دل دارد، کاغذ و قلم دوست بهترین او میگردد و هم دوستم هم رفیق تنهایی خویش این کاغذ و قلم است که هم درد مرا تسکین میدهد و هم دوست بهترین من است. وقتی که شعرهایش رو میخونم در اونا یک خاصگی که مخصوص به یک دل دردمند، به یک تن دردمند، به انسانی که گفتنی میخواهد و کوشش میکند اونا به طرز خاصه بگد پیش نظر میبرد و این مخصوصیت های شاعری است. و همین خاطر دستگیری کردیم و من به صفت نمونه میتوانم یک چیز از جمعگل بخوانم که برای بیننده روشن شود که او چی میخواهد و چی میگوید. مثلا در شعر جسارت که از 4 مصرع عبارت است، جمعگل میگوید هرچند که آغوشته دردم همه عمر، هرچند که آغوشته دردم همه عمر، از درد شکایت نکردم همه عمر. هرچند که دخترم من از جنس زنم، هرچند که دخترم من از جنس زنم، بیباک و جسور همچون مردم همه عمر. بینه چقدر مثلا باوری به زندگی، محبت به زندگی، خب باوری به خود انسان وادار میکند که مثلا هرچند که دردمند است چنین سخن بگوید. یعنی این نگاه چی است؟ اپتیمیستی، یعنی که زندگی دوستداری است، به خوبی باور داشتن است، به آینده درخشان باور داشتن است. من راستی گپ اولا دردمندی خودم بود و بعدا این تاجیکستان عزیزمان شهر دوشنبه که گل شکفته ایستاده است و من هرگاه به سوی دوشنبه شهر نظر میکنم دردای خود را فراموش میکنم و الهامی دوباره و خاصه میگیرم. دوشنبه شهر آبادم، دوشنبه شهر آزادم، به وصفت شعرها خوانم، عزیزت همچو جان دانم. دوشنبه شهر بی همتا، دوشنبه شادی دلها. جمعگل قرخان دارای طبع دریایی است و دل دارد شیدای شعری ناب و کلام موزون. شعرهایش تراوش دل پرتلاطم شاعره جوان به زندگی، مادر، وطن، عشق و محبت و بهار و طبیعت ناتکرار تاجیکستان عزیز می باشد. وطن باشد برای من یگانه، در آن باشد حیات من فسانه.
در آغوش بهار رشم چو بلبل بخوانم من ز شوق دل ترانه. کتاب از بحر تو گنج روان است، کسی بسیار خوان بسیار دان است. بدانی از کتاب امروز و فردا، ز دانش می رود قدر تو والا. دلم را از چه بشکستی عزیزم، برایم چشم خود بستی عزیزم. به حال من چرا رحم نداری، چی آسان خاطرم هستی عزیزم. ناامیدی را ستان امیدواری کن عطا، روز مشکل چون رسد تو بردباری کن عطا. دل شکستن کار آسان است، از بحرش گذر دل دهی و دل بری و دوست داری کن عطا. نمیخواهم گل عشقت بچینم، نمیخواهم با چشمم اشک بینم. دیگر از بودن تو نیست سوده، نمیخواهم که پهلویت بشینم. از بس که او امکانیت بیشتری به ما به اداره آمدن و رفتن ندارد، به محفل استادان همیشه در کوششانند که اون چی که اون میخواهد اون تامین کنند با ادبیات های دلخواهش، با اون نوشته‌جات های که میکند اون باز گشته و برگشته تحریر کنند، سفته گردانند و به اختیارش دهند. عموما این گل دختره که زیبا دائما در کوشش آن است که حرف خود را در ادبیات گفته باشد، همون موافق امکانیات خودش شعر گوید و تواند که امروز اون امیدی که در دل دارد اونا در نیمه راه نماند، اونا به هدفی که دارد اونا به هدفش رسد. و دائما مقصد ما هم همین کارمندان همین شعبه اتفاق نویسنده هم همین است که ما باید این جوانکای اون در چه حالتی که باشد اونا دستگیری کنیم، اونا در راه نمانیم. بنابراین و همون مصره استاد رودکی را که گرد دست افتاده بگیری مردی شعار خود کردند و دائما در کوششانند که جمعگل خرخان عموما به مقصدش با اون راهی که پیش گرفته است به همون و هدفی که دارد به اون رسانند. استادان عزیزم مرا به حد دستگیری نمودند که من به این جاده قدم را جا نمودم و باز قلم خود را تأثیر نمودم. استاد عزیزم دولت رحمانیان و پدر مادر عزیزم بودند که مرا دستگیری کردند در همه جاده، مرا فهمیدند و به حد من از آنها منت دارم. میخوام در وصف معلم عزیزم یک چند پارچه شعر قرائت کرده باشم. معلم ای صفای روزگارم، دبستان و تو را من انتظارم. سبق دادی که باشم زیب دوران، تو را من میپرستم از دل و جان. به درس زندگی تیارم از تو، سواد زندگی را دارم از تو. هر شعری که می نویسد زنگ میزند میگه استاد من شعر نوشتم و اون چخیل شما دا پیشنهاد کنم. مادرش بیشتر شعرش گرفته میبیاد، ما میخوانیم اونا با هم مصلحت میکنیم. خوب میگم که اینجا شعر خیلی باشد بهتر است، مصلحت ها هم میتیم و بر اثر این مصلحت ها البته این شعرها چه میشوند از جانب جمعگل تحریر میشوند، بازبینی میشوند و بعد وریانت نهاییش ما میگیریم برای بیشتر در روزنامه ناحیوی شهریار چند کرد ما شعرش چاپ کردیم و بعدتر چون خواست که مجموعش باشد ما دسته شعرش گرفتیم. بخبر بود جمعگل که ما مجموعه اولینش به چاپ رساندیم و برده هدیه‌اش کردیم. شاعره جوان جمعگل خرخان صاحب مجموعه با نام امید سبز است و شاعر ورزیده تاجیک دولت رحمانیان در سرسخن این مجموعه تازه نشر چنین گفته است: امید سبز نخستین مجموعه شعرهای شاعره جوان جمعگل خرخان است. از یکایک این شعرها بوی امید بر مشام می رسد. امید به زندگی، به آینده جوهر اشعار شاعره را تشکیل داده است. واقعاً در مجموعه اولین جمعگل شعرهای جای گرفتند که بازگوی زندگی واقعی
خود او می باشد. جمعگل قرخان یک دخترک است که خصلت‌های عجیب دارد. خصلت‌هایی که می شود گفتن که خصلت‌های صرف شاعرانه. و یکی از خصلت‌های بسیار خوبش که برای من بسیار مقبول است اون است که بسیار پافشار است. انسان پافشار هر مقصدی که در پیش خود ماند و حتما به اون مقصد میرسد و بارها وقتی که صحبت میکنیم حتما یک سخن تکرار میکند که من به آنچه که میخواهم حتما میرسم. برای همین از شما به من یک یاری، از این بیشتر چیز از شما طلب نداره و همین سخنش بسیار برای ما خوش آمد و ما هر قدر که توانستیم برای تحول هنرش، برای اون که سخنش سفته شوه، اون خیالاتی که بسیار خیالات بای و رنگینی که داره بتونه یعنی که منظوم کنه و کوشش کردیم و تا جای کوشش ما ثمر داد و ثمر یعنی کوشش های ما این همین کتابچه است، امید سبز، اولین مجموعه شعر جمعگل قرخان. اولین باره که من شروع به شعرنویسی کردم بعضی ها به استعدادش من باور نداشتن. از همین سبب اولین شعر خود را رو نکنه نام داشت به نشریه شهریار به چوب برآوردم و به هر یک و یک آنها خودم برده تقدیم کردم. گر دوست نهید سوی من را نکنید، صدبرگ در خانه ما بو نکنید. گر شعر مرا دروغ میپندارید، دنیای دل مرا تگرو نکنید. برای اون که جمعگل باز هم جدیدتر به همین قلمکشی کند، من دامن شعر را مستحکمتر گیرد، چکیدهای اولی خامه او را با دستگیری یکی از صاحبکاران شهر وحدت و نشر رساندن در تحریر دولت رحمانیان و عموما کوشش ما ما در آن است که همین گل دختره که زیبا که امروز خیلی که گفتم به دوش خود بار درد دارد، همین را دستگیری کنیم و تا توانیم یک کار خیر را در شخصیت او به اجرا رسانیم. به کنار دل من باز بیا، چو بهار دل من باز بیا. به تو صبر از دل من رخت ببست، چو قرار دل من باز بیا. راه من بسته بود تا در تو، شهسوار دل من باز بیا. یار ای توست امیدم همه عمر، خیز یار دل من باز بیا. جمعگل نمیخواهد در زندگی دستنگری کسی باشد، نمیخواهد تکیه بر کسی کند، نمیخواهد که منتی کسی را بشنود و سرباری کسی در زندگی باشد. این گفته ها را او خیلی زیبا بر رشته نظم کشیده است. نمیخواهم گرفتار شما باشم، همیشه پیرو کار شما باشم. نمیخواهم با چشم کم مرا بینید، همیشه در ته بار شما باشم. نمیخواهم شوم چون مرغ دست آموز، برای دست پرخار شما باشم. نمیخواهم کشیدن منت مردم، نمیخواهم که سربار شما باشم. در مناسبتش با مردم بینه چقدر زیبا میگه. در شعر دیگر که امید نام دارد و همین امید سبز اصلا ما از همین شعرش گرفتیم. میگه دلم در یاد خوشبختی زند گم، دلم در یاد خوشبختی زند گم، ندارم پای رو در بین مردم. ولی افتادنم مردم نماند، ولی افتادنم مردم نماند، ببردارد مرا چون دانه گندم. در مردم هست اگر شما شنیده باشید که انسان خوب مانند دانه گندم است که اگر افتد اون مردم میبردارند. یعنی این از همون مقصد، از مقصد برمیخیزد. یعنی انسان باور به اون دارد که دل را نمی رنجاند، مثلا به کسی بدی روان نمی بیند و در برابر مردم صاف است و حتما چون صاف است همون صافیه از مردم می بیند. این دل شاعر احساس می کند. به همین مانند بسیار سروده های خوب
جمعگل دارد که اونا هم می شود با دل پر خواند و در باب استعداد او به شبهه یعنی گفت که او صاحب استعداد است. در زندگی من اگر پدر و مادرم نبود من با تنقیصی‌های زیاد روبرو می شدم و من از همین رو این محبتنامه خویش را به آنها تقدیم می کنم. پدر تو 6 ستون خود ندانی، تو کوه بی ستون خود ندانی. چراغ راهنمای بحر فرزند به دل نور و صفای بحر فرزند. کوشا دست دعایت از برایم، خدا با دست تو بخشد شفایم. مادر از تقدیر من حیران شده است، از چنین قسمت دلش ویران شده است. روی خود پوشیده با دستان خود، سربازانو مانده و گریان شده است. در دل جمعگل مهری دانش چو دریای پرتلاطم جوش میزند و او آرزو دارد یک زمان پس کرسی دانشجویی نشسته همراه همسبقانش دانش اندوزد. اما تا کدام اندازه سلامتیش به او امکانیت میداده باشد که آرزوهای دل خود را عملی بگرداند. جای افسوس این است که او به کمک نفر نمیتواند راه گردد. راستی گپ من 11 سال مکتب را خواندم و با بهای خوب و قناعت بخش مکتب را با پایان رساندم. من در مدت 11 سال به کسی این نیاز نداشتم و خودم رفتم می اومدم. حال که دردمندیم خروج کرده است و من از همین سبب به دانشگاه داخل شدن نتوانستم. حالا اگر امکانیتش باشد میخواهم تحصیل خود را در دانشگاه ادامه دهم. امشب قلمم بر روی دفتر برود، بر دور خیال من چو کفتر برود. بر نام خوشت شعر بگردد انشا، جز یاد تو هرچی هست از سر برود. واقعا شعر در زندگی انیس و غمخوار بالاخره هم نفسی جمعگل است. با شعر همیشه هم نفس خواهم بود، در قافله عمر جرس خواهم بود. هرچند که زندگی شبیه قفس است، بیرون چوقاب از قفس خواهم بود. من در خانه و جز از شعر ایجاد کردن شغل شعر نویسی باز به کارهای خانه مشغول می شوم، بخصوص شیرینی پختن و باز با یاری و دستگیری مادر عزیزم به پختن خوراک‌های طعام‌های ملی نیز مشغول هستم. من نوابسته از امکانیت محدود داشتنم میخواهم همه هنرها را از خود کنم و تا که در زندگی دستنگری کسی نباشم و با موفقیت خود به زندگی خوش ادامه دهم. امید داریم که یعنی که شعر همسفر دائمیش می شود و سبب تسکین دردش می شود و سبب ارتباط با جامعهش می شود و خصوصا با ما، یعنی اونایی که هواخواهیم شعر و می خواهیم که شعرش یعنی که همیشه شعر نیکبینانه باشد، به زندگی امید بخشنده باشد و امید سبز مجموعه اولین او باز دوام یابد در شکل‌های کلانتر و بهتر، یعنی کتاب‌هایش روی چاپ بیاید. من هم در صفات این دخترک 4 مثل شعر گفتم. چند وقت پیش در روزنامه ادبیات صنعت به نشر رسید، گفتم که تو ای خوشرو گل خودروی شعری، گل گلخانه خوشبوی شعری، بود گر سوی گردون روی ورتاج، توی آن گل که رو بر سوی شعری. و ما میخواهیم که دائما همین خواهر ما در راه ایجاد باشند، دائما شعر درمان بخش و همدمی آن کس باشند. به همه آن نفرانی که مثل من دردمند هستند
میخواستم راه افتادن اولا راه افتادن باشند و مبارزه از صدق دل برند، تلاش و کوشش کنند که همه وقت نوابسته به یاری کسی مبارز باشند و در زندگی هیچگاه راه افتاده نشوند و خوانند، صاحب کسب و معلومات عالی گردند، زیرا که اساسگزار صلح و وحدتمان پیشوای ملت در هر برآمدهای خود قید میکنند که ما جوانان آینده ساز ملت هستیم. تاریخ شناس امروز و فردای میهن عزیزم و تاجیکستان عزیزمان هستیم. از همین سبب خوانند و باز خوانند، کوشش به آینده، امید به آیندهشان را هیچگاه از دست ندهند. تو در ذات خودت فرد خدا جان، شفا بخشنده درد خدا جان، تو آگاه ز اسرار دل من، دلم را خانه‌ات کرد خدا جان. یگانه جای افسوس این است که ایجادکار جوان جمگل قرخان معلول است، اما آفریدگار بر عوض پای روان به او بال شعر عطا کرده است تا تشنکامان سخن موزون را شاداب گرداند.